دو کارمند پیشین خواجگی زادپروری حصاری نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت میگوید نسبتشان از روی پرونده کیها حل شده دوباره تفتیش برده ایستادند. نورخان قربانعلیев همراه برادرش رحمان 2 سال پیش در این کارخانه کار میکردند و آن وقت به کمامت عیبدار شدند. آنها پس از جبران ضرر از جوابگاری آزاد شدند. این سه بسته پرونده جنایی رحمان و نورخان است که بعد جبران ضرر مقامات به آنها دادند. برادران حالا از آن بیم دارند که بار سوم نیز آنها را گناهکار می‌دانند. 2018 سنجش коррупция سنجش کرد 34 سال کم شد کمومت شد 245 قسمی دو قطعی اعلام کردم پرونده چی کردن او را برقرار کردیم سپردیم همه چیز جابجا کردیم موبایل 1 سال گذشتن بعد با پروکراتور پیدا کرد. رحمان و نورخان میگوید که آنها از خردی در این خواجگی فعالیت کرده در پشت گوسفندان حصاری بزرگ شده بودند. بعد پرونده آنها کار را از دست دادند. اما بعد 1 سال بیکاری دادستان ناحیه فرخار رحمان را برای از خودکنی 168 سر گوسفند گناهکار دانسته حبس کرد. نورخان هم میگوید که او نیز در ردیف برادرش گناهکار بود ولی اثبات نشد که او از خواجگی قرضدار است. سود دومد سود جریمه نسپارگو 2 سال محکم میکنیم 18550 سوم در بانک سپردیم. اینجا خلاص شدیم اومدیم ما دگردن مولای. حالا خواجگی زادپروری حصار را دادستانی ولایت ختلان تفتیش دارد. در دادستانی ولایت گفتند که نسبت یگان چوپان پرونده باز نشده است. تنها بعد تفتیش و سنجش گوسفندان و گرفتن بیانات‌های چوپان‌ها به خلاصه خواهند آمد. اما نورخان میگوید که 1 هفته قبل دادستان آنها را به خواجگی دعوت کرده 79 سر گوسفند را در گردن او بار کرده ایستاده است. رحمان هم میگوید که او را نیز در دزدی 145 سر گوسفند گناهکار میدانند. این برادران میگوید که گناهی که آن را 2 سال پیش جبران کرده و در دست حجت دارند. این برادران هم در بیانات‌های خود به تفتیشگری دادستانی از قرضدار نمودن خود در خواجگی قید کردند. عمرعلی قربانعلیев برادر کلانی رحمان و نورخان میگوید که هرچند در دست حجت دارند که از خواجگی قرضدار نیستند ولی زوراً این گناه را در گردن برادرانش بار کردن میخواهند تا به این وسیله از آنها گوسفند گیرند. این آدما چه خیلی آدمان این چه خیلی راهبرن دیگه رنگ بیاوی کنده که کارایی که کرده هستن این کارا 93 95 97 سالا این کارا این خیلی کار بود این خیلی حاضر باید این خیلی نباشه لیکن یو هم خیلی را فکر کردن مجبور زوری ده که برای فهمیدن درستی کار به اداره خواجگی زادپروری حصار تشریف آوردیم که چگونه چوپان‌های سابقشان 3 مراتب جبران می‌سپارند ولی در خواجگی کسی را پیدا کردن نتوانستیم. تردی عادلزاده هم به زنگ‌های به تکرار ما پاسخ نداد. خواجگی زادپروری حصار سال 1952 تأسیس یافته به پرورش گوسفندان حصاری مشغول است. سال 2011 با فرمان پرزیدنت این خواجگی زیر توبه دستگاه اجرایی پرزیدنت گشته بود. حالا در این خواجگی رسما 7000 سر گوسفند پرورش می‌یابد.